السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهم قرآن بشوي آسان در جلسه هفتم شما را خوش آمدید میگویم. خوش آمدید. انشاءالله همه عزیزان سر حال باشن، کسی مریض نباشن انشاءالله. الله جل وعلا شانه ما و شما را از اهل قرآن حساب فرماید و قرآن عظیم الشان را برای ما و شما شفیع بگرداند. عزیزان گرامی، در درس امروز بخیر ما و شما ثنا را میخوانیم. ثنا که در آغاز نماز بعد از تکبیر تحریمه گفته میشه و چون که تعوذ را خواندیم، بسم الله را خواندیم، سوره فاتحه را خواندیم، مستقیما میریم با کجا؟ با رکوع میریم و او بعد از سوره فاتحه سوره هایی که سوره باز در اخیر میخوانیم ان شاء الله. تسبیحات رکوع و تسبیحات سجده، تسبیحات رکوع و تسبیحات سجده. و در باب گرامر سه حرف دیگه از حروف جر الى مع و عند که با این سه حرف چند حرف میشه کلشان؟ اول چی بود؟ اول لی عن، بعد دیروز على، و امروز الى مع و عند. اینو حرف میشه تکمیل ان شاء الله. و باز ما و شما بعد از این میبینیم ان شاء الله. شما روز شنبه مصاحف قرآن شریف را میارین و باز میبینیم که چقدر در قرآن کریم اما نه زیاد است، 17 است چیزی که ما و شما عالی خواندیم. بله. و نکات تربیتی است در اخیر ان شاء الله او را هم شریک میسازیم. پس از همه اولتر ثنا را با هم میخوانیم، زیرا که در ثنا زیاد مردم اشتباه میکنن. سبحان تأخیر یعنی اشتباهات زیاد است، فلهذا ما و شما ای را به شکل درست میخوانیم، یاد میگیریم و دیگر امی قسم یاد میگیریم. سبحانك اللهم، سبحانك اللهم وبحمدك 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 نخوانیم خب وبحمدك وتبارك اسمك. زیاد مردم یاد گرفته وتبارك اسمك، مامی وتبارك اسمك وتعالى جدك وتعالى اجدك نیست خب اشتباه زیاد ما شنیدیم به خاطر به شما میگم. وتعالى جدك ولا اله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وتعالى جدك ولا إله غيرك. یک کس از این گروپ بخوانه، یک از این شما بخوانه. سبحانك اللهم وبحمدك 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 وتبارك اسمك كاسمك سينس وتبارك اسمك وتعالى جدك وتعالى لا رد راسكم وتعالى ولا إله غيرك. بس بخوانين يكبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك كاسمك السينس وتبارك اسمك كاسمك وتبارك اسمك وتبارك اسمك ها وتعالى جدك
وتعالى 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 نخوان عين بخوان وتعالى لا إله غيرك. خو شما بخوانید ایگو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. یک زو گروپم بخوانید سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اول باز بخوانید سبحانك اللهم سبحانك اللهم سبحانه سبحانك ما شاء الله كويس جزاك الله خير سبحانك سبحان پاکی است کا تورا یہ ترجمہ صحیح ہے سبحان پاک ہستی کا تو فهمیدین کر اشاره کنید کا سبحانك اگر یہ طور بکنیم سبحان هو سبحان هو سبحانك اسینجا سبحان پاک ہستی کا تو اللهم رمو شما خانده بودیم بار الہ ای اللہ و بحمدک ورا ترجمه کنن بیرا ترجمه کنن با یا همراه حمد را ترجمه کنن ثنا و ستایش و شکر دو ترجمه نخوانده بودین الحمد رما شما خوانده که یعنی همراه حمد و ثنا و شکر تو یعنی هم پاک هستی و هم حمد برای دوست فهمیدی این مفهوم است عزیزان گرامی ما وقتی که میگویم سبحانك تو پاک هستی از چی پاک هستی؟ باید تصور بیاید و ما شما تفاعل بکنیم در ذهن ما بیاید و ذات عظیم که ما شما اقرار با پاکی و میکنیم و اعلان پاکی و میکنیم از چی؟ از هر نوع ناتوانی و کمزوری پاک هستی ما شما ناتوان و کمزور هستیم لیکن او از ناتوانی و کمزوری چی هست؟ پاک است ما شما انسان هستیم و جنیت هم گاه ظلم میکنیم بی اعتدالی میکنیم عدل و انصاف را در نظر نمیگیریم الله رب العالمین از ظلم پاک است زیرا که حق العدل است عدل نامش عدل است فهمیدین الله رب العالمین از احتیاج منزه است ما شما محتاج هستیم با اولاد محتاج هستیم با کاروبار محتاج هستیم با اکسیژن احتیاج داریم با صحت احتیاج داریم با خانه چقدر احتیاجات داریم الله رب العالمین از احتیاج چی هست؟ پاک است ما شما بعضی صفات داریم که او ناقص است نقص داریم یک انسان خوب سعید چی میبینی یک بار قار میشه اعصابش چپه میشه امی طور است نه خوب تیار جو الله رب العالمین از تمام صفات که دو نقص و عیب است از او چی هست؟ پاک است سبحانك اللهم وقتی که را میخوانیم کل تصورات در ذهن ما بیاید زیرا که از همینجا نماز ما و شما آغاز میشه از این پیش فقط اعلان کبریایی او را کردیم اعلان پاکی او را میکنیم سبحانك اللهم خب وقتی که الله رب العالمین از بی انصافی منزه و پاک است از بی اعتدالی خودش می فرماید و ما ربک بظلام للعبید اگر ما و شما خدا نخواسته در کدام مشکل واقع شویم در کدام مشکل قرار گیریم کدام تکلیف به ما برسه آزمایش در آزمایش و در ابتلا قرار بگیریم
آیا در او صورت ما و شما حق ایره داریم که از او شکایت بکنیم؟ شکایت خو از او مردم میشه که انسان در مورد او شک داره که عدل نکرده. فهمیدین نه؟ گاهی به زبان گفته میتوانیم و گاهی خود چی میکنیم دیگه؟ و شیخ فرید پټه خوله دی بهتری ده. فهمیدی؟ انسان خو همینطور است. بسیار در مظالم واقع میشیم، لیکن چی است؟ انسان گفته نمیتونه زیرا که دیگم چی میشه. لیکن در مورد الله رب العالمین در کدام زاویه ذهن ما و شما می خطور نمیکنه که ولا در این ازمایش که ما را قرار داره ظلم کرده. نه، ما و شما در این ازمایش و در ابتلا از او هیچ نوع شکایت و گیله نداریم، زیرا که به عدل و انصاف او چی داریم؟ باور داریم، ایمان داریم که او عادل هست. او هر فیصله که میکنه او با اساس حکمت است، احکم الحاکمین هست. فهمیدین نه؟ در امو اول وهلک شما میگن سبحانك الله، یا الله در جنجالا بودیم به نماز آمدیم، خوی جنجالا یا به خاطر فایده ما هست و یا جنجالا به دست خود ما هست، ما ایره چی کردیم؟ و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ظهر الفساد في البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یا الله تو منزه هستی که ما بالای ما ظلم بکنیم، فلهذا از تو هیچ شکایت نداریم، به فیصله تو راضی هستیم، به تقسیم تو قانع هستیم. فهمیدین؟ عزیزان گرامی شما میفهمین از این تصور و از این فکر که هر نمازگزار در آغاز نماز میخوانه دو یک عادت پیدا میشه. او عادت چی هست؟ مثبت اندیشی. مثبت اندیشی. و شما میفهمین علما میگوین که راز انسانی کامیاب در مثبت اندیشیش هست، در مثبت اندیشیدنشان هست. بسیار اطباء در غرب و در اروپا مردم را وقتی که معالجه میکنه برشان میگوید که مثبت فکر بکن، مثبت بیندیش. او چند لحظه مثبت فکر میکنه باز چپا میشه، چون که به او این روت و این نقشه و ذهن نیست. او میگه بعد از چی؟ بعد از چی؟ فهمیدن نه؟ این پازیتیو اتیچود که هست، این در حقیقت این مثبت اندیشی این اساس تربیت هست. با همین خاطر شما بسیار مردم را میبینین در بسیار تکلیف هم است، وقتی که پرسان میکنین کاکا چطور هستی میگه الحمدلله. بعضی را که فهمیده بگویا شما باز ببینید که ازو چقدر انسانای عظیم جرمش. فهمیدین؟ سبحانك اللهم وبحمدك. وبحمدك شما اگر متوجه شده باشین عموما در اذکاری که ما شما یاد داریم یا اذکاری که میخوانیم همراه تسبیح الله رب العالمین تحمید ذکر شده. سبحان الله و بحمده. شما میفهمین و اینجا ما می قسم است. اصلا موضوعی است عزیزان گرامی که حمد را شما فهمیدین نه چند معنی داره؟ اولش و دوم تمام انواع شکر. اصلا قضیه ای است اگر ما فهمیده تسبیح نکنیم این تحمید ما و شما هیچ معنی نداره. اگر ما فهمیده اول تنزیه است، تسبیح است، الله رب العالمین را از تمام نقائص و کمیها ما منزه میدانیم، بعد از او نوبت تحمید می آید. اگر ما از یک طرف گله و شکایت هم بکنیم که امی سنگ و سر ما مندازی اروا، امی سر ما است و سنگ بالای امی ما میفته و امی ما را دیدی که غریب ساختی، امی ما هستیم که مریض و باز میگه الحمدلله. ای الحمدلله و ما زیرا که از یک طرف تو گله داری عزیزان، از یک طرف با عدل و انصافی او چی داری؟ شکایت داری، به او باور نداری، و از دیگه طرف میگوی که الحمدلله.
ای از سر تسبیح و تحمید ده اینجاست. اول تسبیح، بعد از او سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك. از تمام صفات عیب و نقص که منزه هستی، فلهذا تمام انواع ستائش و تعریف و تمام انواع شکر به تو هست، تو سزاواری او هستی. فهمیدین عزیزان گرامی؟ این موضوع مهم است. سبحانك اللهم و ترجمه کنین سبحانك و بحمدك بحمد تو، یعنی حمد پاکم هستی و حمد و ثنا و ستائش و شکر هم برای تو هست به معنی واقعی. و تبارک اسمک، بخوانین کسی و تبارک نخوانه خو غلط است. و جدا هست، تا جدا هست. و تبارک اسمک. و را ترجمه کنین و آفرین. تبارک ایکا که هست، ایکا نیست خو، ایکا از خود کلمه هست. ایرا همی دا ایکا به ما مثال نبیارین. و تبارک یتبارک تبارکن، فهمیدی؟ ازی ماده گرفت. و تبارک با برکت است، مبارک است. و تبریک و مبارک و تبرک و ای در زبان ما و شما هم است. ما و شما نمیگویم عید تبریک باد، عید مبارک. این همی عربی هست. و تبارک اسمک، چون که یک جای میشه، باز ما میخوانیم و تبارک اسمک. اسم چی معنی؟ که چی معنی؟ اسمک نامی. اگر ای طور بگویم اسمو، و اگر ای طور بگویم، و اگر ای طور بگویم، اگر ای طور بگویم اسموها. فهمیدیم؟ اینجا اسمک با برکت است نامی تو. یعنی در نماز این هم کلام بودن است با الله رب العالمین، مخاطب قرار میدهیم الله رب. گویا که ما با او چی هستیم؟ سخن میگویم، هم کلام هستیم. و چی وقت انسان احساس میکنه؟ وقتی که فهمیده بخوانه، توتی گونه نخوان. و تبارک اسمک، و با برکت است اسمک نامی تو. و تعالی، تعالی از علو است، بلندی و بلند و بالا هست. جدک، جد بزرگی را گفته میشه. جدک، جدک، جدو یه هم است، یک کم است. دسته شما میتور قرار بسته کرده که بس بیچاره ها چی میشه؟ زحمت میشه، یخ میزنه. هم، ای هم است. و ای هو، ای است جدک. جد از این مجیدم است، از این امجادم هست، آبا و اجدادم از امی هست. چون که او را انسان به بزرگی میبینه، نه بزرگی. و بلند و بالا هست بزرگی تو. مجیدم از این هست، قرآنی مجید، کتابی بسیار بلند و بالا، صاحب بزرگی. فهمیدین؟ و تعالی، ترجمه کنین و تعالی جدو کا بزرگی تو. عزیزان گرامی، و تعالی جدک و تبارک اسمک. شما میبینین که اصلا موضوع عملی در کجا هست؟ اگر ما شما بار بار بگویم که نام الله رب العالمین بسیار با برکت است، بسیار مبارک است، و عظمت و بزرگی الله رب العالمین بسیار بلند و بالا، میتور گفته میریم و اصلا حقیقت را درک نکنیم که چی قسم، او را تجربه نکنیم،
در وقت آب خوردن، در وقت نان خوردن، در وقت داخل شدن به مسجد، در وقت خواب، در وقت اعمال. و وقتی که در نتیجه تفکر در صفات الله رب العالمین و بزرگی و بلندی و عظمت را نچشیم و نبینیم، به اصطلاح حس نکنیم، طبیعی است همینطور ما و شما مثل کسی بگوید آب بسیار چیزی خوب است برای رفع تشنگی، کار نیک بسیار خوب است، لیکن عملا اگر انسان انجام نده او وقت نمیشه. ما وقت باید فکر بکنیم این ثنا را که میخوانیم، ثنا در هر نماز از ما چی میخواه؟ این اعترافات که ما میکنیم با پاکی الله رب العالمین، با حمد و ثنا و شکر و ستایش الله رب العالمین، با مبارک بودن نام الله رب العالمین، با تعالی و بلندی مجد و بزرگی الله رب العالمین، باید این را عملا حس کنیم در زندگی خود. یعنی وقتی که در مسجد میاییم و نماز استاد میشیم، امیر میگه یا الله تمام کارای ما ای خرد است در مقابل بزرگی تو. با هر کس با وزیر صاحب دیدیم، با رئیس جمهور صاحب دیدیم، با فلان، او خرد هستن. تعالی جدک، بزرگی خوب تو میزیبه، ای کاروبار ما خرد است. و تعالی جدک، فهمیدین؟ این را انسان باید حس کنه. بعض نماز معنا پیدا میکنه، بعض نماز تأثیر خود میگذاره، و بعض امون نماز است که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. بعض امون نماز است که گفته شده و اقیم الصلاة لذکری. پس انسان اونجا باید الله رب العالمین میفته. عزیزان گرامی، ما پیشم گفته بودیم که به نام الله رب العالمین، این نام مبارک، با بسم الله گفتن، به نام الله رب العالمین را یاد کردن، خامخا به انسان این سه فایده حاصل میشه. اولی که در او کار برکت پیدا میشه، دوم یکی از نقطه درست و آغاز میکنه، سوم یکی از بسیاری کارهای بد و ناروا و نجات پیدا میکنه. و امی قسم عزیزان گرامی، فایده یاد کردن نام الله رب العالمین است که از شیطان و از چلنج ها و از فریب های او به دور میشه، همت انسان بالا میروه. وقتی که میبینه که ما با ما معیتی رب عظیم حاصل هست، معیتش به ما حاصل است، کمکش به ما حاصل است، او به حوصله نمیشه، دلش سکون و قرار میگیره، مطمئن میشه. فهمیدین؟ زیرا که او اگرچه خودش ناتوان است، لیکن الله رب العالمین همراه او است، کمک الله رب العالمین به او. فهمیدین عزیزان گرامی؟ و از همه مهمترین فایده ای است عزیزان گرامی، در شرق دنیا و در غرب دنیا، در شمال و در جنوب دنیا، هر جای و انسان ها را ببینین که فقط شعارش الله اکبر است، لا اله الا الله هست. این انسان ها در دنیا موفق هستند و اساسی ترین موفقیت اونا در او روز است که بار دیگر زنده میشه. الله رب العالمین و انسان ها را ضایع نمیکنه، در دنیا برشان عزت عطا میکنه و در آخرت این انسان معزز و مکرم است. فلهذا ما به این حمد و ثنا، این نامی ثنا گفته شده، ثنا باید بالکل همینطور چی شویم، این معانی را مستحضر کنیم. و من بعد نماز ما و ثنای ما در نماز یک معنی دیگری را پیدا کنه، از امو حالت روتینی و حالتی که داشتیم موضوع باید برای انشاءالله. اذان شده؟ وقت است. ولا اله غیرک، و را ترجمه کنین، لا را ترجمه کنین، چون که شما خواندین نه در قرآن کریم ممی الفاظ است.
غیر را ما و شما خواندیم. غیر المغضوب، غیر چی معنی؟ غیر. غیرک اگر اینطور بکنیم غیرک، غیر از شما، و اگر تو اینطور نه ای غیرهم، اینجا غیرک است. ولا اله غیرک، غیرک و نیست بدون از تو هیچ معبود، اله نیست. اله را ما شما خواندیم و ما باز به شما میگویم که 4 اصطلاحات قرآنی ای را سم سے یاد بگیریم: اله، رب، دین، عبادت. ای اصطلاحات اساسی قرآن کریم است. ای را که کسی نفهمه قرآن را نمیفهمه. اله، رب، دین و عبادت. انشاءالله در کدام وقت به انشاءالله یک محاضره مستقل هم و شما به چی میکنیم انشاءالله. عزیزان گرامی، در اخیر بعد از حمد و بعد از تسبیح و حمد و بعد از اعلان بابرکت بودن نام الله رب العالمین و تعالی و علو بزرگی، و در اخیر بعضی نمازگزار چی میگوید در ثنا؟ که بجز از تو هیچ معبودی برحق. برحق کلمه را چرا مردم اضافه کرده علما؟ زیرا که بسیار انسان ها معبودان ناحق را گرفتن. این دوهایی که در این هندوستان است، در این کمی از ما و شما دورتر است. هر سال برای خود یک خدا میخره. یک سال که تیر شو بازی را میبره او را در منگاس یا گنگاس در او میندازه، میگه کاری خلاص. از او طرف که میای یک خدای دیگه به خود میگیره. باز یک سال و گاو خو بسیار محترم است. هر جای که میرسه، به هر دکان که داخل شوه، او یعنی کلان انسانا پروفسورا هر روز تازه نوش جان میکنه، از سر خود را منجا میمانه میشوه. این دین به ما شما یک عزت داده عزیزان گرامی، فهمیدین نه؟ فلهذا نمازگزار میگوید که بجز از تو هیچ معبودی برحق نیست. این کسایی که گرفته این بدرو است، این لغو است، باطل هستن، این معبودان کنسل هستن، هیچ کاران نیستن. فهمیدین؟ و کسی که در مسلمانه این قسم است او باید فهمانده شود. چی شود؟ فهمانده شود. جای بجای همی کلینیکا که جور شده و کدام کلینیک دیوانه جور میشه و از این کلینیکا را منجاورا جور کرده. با منجاوری غم نیست که تو جور شوی، او شکرانه خود را منتظر است. شکرانه بتی به او، شکرانه از تو امیت شک میکنه. فهمیدی؟ یعنی امیتور میزنه چل ول میکنه، اینجا بسته شو اونجا بسته کوی فلان سگ فلانیه. این از کجا آمده این معتقده؟ سم صحیح پاک صفا سترا عقیده است از اسلام. فهمیدین؟ ما به شما گفتیم اله را به شما فهماندیم، او ذاتی که ضروریات را او پورا میکنه، بجز از او هیچ کس ضروریات انسانی را پورا کردن نمیتونه، بسیار با محبت پورا میکنه. او ذاتی که فرمان روا هست طوعا و کرها، او ذاتی که مستحق تمام پرستشها و عبادات هست. فهمیدین؟ با امی سه معنی و مفهوم فقط الله رب العالمین اله است. این دیگرها را که کسی گرفته، کسی که کافر است، هندو است، سیک است و این بد و بلا هست، اینا خو خدا زده هستند. و از مسلمانان که کسی اشتباه کرده او فهمانده شود. فهمیدین؟ ما شما به رکوع میریم. اول خو عزیزان گرامی رکوع را جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم قسمی که تعلیم داده و قسمی که کتب فقه ما او را ذکر کرده با مشکل شود، با تعدیل و بسیار با اطمئنان که پشت و سر بالکل برابر باشه، البته با کسایی که تکلیف نداره. و بعد از این تسبیحات در رکوع گفته میشه: سبحان ربی العظیم،
دیم بعضی اشتباهات میکنه، ربیل بعضی مردم میگه با شد داره، سبحان ربی العظیم، و بعضی مردم عظیم را اعظیم میخوانه، شاید شما شنیده باشه. سبحان ربی الاعظیم نیست، خب سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ربی نخوانه، ربی، سبحان ربی العظیم. سبحان ما و شما در چی خواندیم؟ سبحانك اللهم. سبحان پاکی هست یا پاک هست از هر عیب و از هر نقص. سبحان الله که ما و شما میخوانیم. ربی، رب را ما و شما خوانده بودیم نه؟ باید شما مانده؟ الحمدلله. سه معنی رب را خوانده بودیم، باید شما باشه. و ای اشاره کنین ربی، اگر ای اشاره باشه باز چی باشه؟ و اگر ای اشاره باشه اینجا چی هست؟ ربی، یعنی ما و شما گویا که تعامل میکنیم، تفاعل میکنیم. الله رب العالمین بالکل یعنی میتور پیشوری خود گویا که یعنی در ذهن ما مستحضر میکنیم. ربی، پروردگار ما، پروردگار من. العظیم، العظیم دو معنا داره. العظیم به معنی بزرگی هم هست، العظیم به معنی توانا هم هست. الله رب العالمین در هر صفتش، یعنی صفت عظیم که هست در هر صفت دیگره، یعنی هم توانایی و طاقت و هم عظمت و بزرگی. العظیم، سبحان ربی العظیم. العظیم کلمه در قرآن کریم از 100 بار بیشتر آمده. عزیزان گرامی، این تسبیح ما و شما شاید متوجه بوده باشیم یا نبوده باشیم که تسبیحات رکوع و سجده را ما چند بار روزانه میخوانیم؟ کسی حساب کرده؟ حدود 100 بار. سعی کنین 32 رکعت خو امو فرائض و امو سنن رواتب است. در 32 رکعت چند سجده هست؟ چند سجده هست در 32 رکعت؟ و چند رکوع؟ چند شدی؟ یعنی حد اقل اگر 3 بار بخوانیم در 96 ضرب بته چند میشه؟ یعنی شاید ما و شما به کم متوجه باشیم که چرا این ذکر به این حد. هر روز الله رب العالمین از ما خواسته که ذکر بکنیم. عزیزان گرامی، اصلا دی ذکر الله رب العالمین بنده خود را تربیه میکنه، پرورش میکنه. رابطه بنده به الله رب العالمین قائم میشه، او ذاتی که منزه هست. و بعضو گاهی میگوید سبحان ربی الاعلا، با علو مرتبتی او اعتراف میکنه و با عظمتی او. یک قدر بار، 200 چند بار گفتن؟ حساب جور نامدین شما 300 و 200 خو عادی هست. در چی ضرب بتین؟ 96 را در 3 ضرب 88 88 این حساب این دقیق است. دیست تسبیحات رکوع عزیزان گرامی 4 نقطه باید در ذهن ما شما باشه وقتی که تسبیحات میخوانیم. فهمیدین؟ اولین ای که سبحان ما شما میگویم، نه پروردگار را تسبیح میکنیم از تمام عیوب، نواقص، از صفات منفی او را منزه میدانیم. سبحان. فلهذا ایرا در ذهن ما
مستحضر کنیم که به او پروردگاری که آل خود را خم کردیم، سر ما پایین کردیم، او ذات عظیم هست، ناتوان نیست، او ذات عادل هست، به انصاف نیست. کلی تصور در ذهن ما بیاید. ما اگر در کدام مشکل قرار بگیریم از او شکایت و گیله نداریم، یکی به اساس حکمت ما را در مشکل قرار داده، یکی به اساس عمل ما در مشکل افتیدیم. سبحانه. نقطه دوم عزیزان گرامی ای است که رب را مستحضر کنیم. معنای مفهوم رب او که ذره ذره ما را، تمام حجرات ما را تربیه و پرورش میکنه، به او اکسیژن میرسانه، او خلیه ها و حجراتی که دو اصلا حرکت نیست او را به حرکت میاره. رب هست، نه رب. سبحان رب. ای را تصور کنیم، میلیاردها مخلوقات را پرورش میکنه، رب هست. نقطه سوم عزیزان گرامی که ما و شما باید در این تسبیحات در ذهن ما و شما باشه و باز در رکوع را بخوانیم، احساس قرب و پروردگار خود بکنیم. اینطور نگفتیم که سبحان رب العظیم، ربی. چی گفتین شما؟ ربی. خود را نسبت دادیم به پروردگار، او را به خود نسبت دادیم. احساس بیگانگی نه، احساس چی؟ قرب. ربی. فهمیدین اگر کدام پدر بین اولاد خود یک دا فرزند داره و به یکش بگوید که این بچه ما هست، خود نسبت بده و او را خاص بکنه، یا کدام مادری طور بگوید، یا کدام استاد یک شاگرد خود بگوید، این احساس چی هست؟ قرب هست. و از امین جاست که بنده باید به الله، به پروردگار خود، به آقا و مالک خود پیش از اینکه از گرفتی و بترسه به او محبت داشته باشه، محبت او را کسب کنه. قل ان کنتم تحبون الله، محبت الله رب العالمین. این احساس را انسان چی کنه که خود را منحنی ساخته و باز بگه یا ربی پروردگاری. و بعد از او معنای چهارم که است عزیزان گرامی، احساس عظمت و بزرگی ذات. العظیم، العظیم. او ذات بزرگ و عظیمی که ما سر خود را خم کردیم، بدن خود را خم کردیم، العظیم، خود را در این حالت قرار دادیم و پیش ذات انحنا کردیم که او عظیم است. بالای او فشار کسی وارد نمیشه، چیزی و کسی توان نداره که او را زیر فشار بیاره. العظیم. عزیزان گرامی این معانی را باید در رکوع چی کنیم؟ احساس کنیم. ایتون سبحان الله، سبحان الله، الله اکبر. او تاثیر نداره. او چی تاثیر داره؟ فهمیدین؟ در وقت ای تسبیحات حد اقل ای 4 معانی هر مسلمان احساس کنه. و باز شما گفتین که ای تسبیحات رکوع و سجده 288 بار که اگر انسان نصف ای را در این تسبیحات چی کنه، نصف ربع ای را احساس بکنه، شما چی فکر میکنی؟ از این انسان یک انسان دیگه جور نمیشه. انسان به این تکرار زیاد، به این مفاهیم که تکرار میکنه او تغییر میخوره. چرا ما شما تغییر نمیخوریم؟ نفهمیده ای را میگویم، اصلا نمیفهمیم ای را میگویم، اصلا همون کلمات و عبارات را غلط میخوانیم، پس تاثیر نداره. فهمیدین؟ به این خاطر خدمت شما ما عرض کرده بودیم که یکی از اهداف کورس معیاری شدن نماز هست. نماز که جور شد ما شما جور میشیم، ما شما جور میشیم دیگه، کم مسائل میمانه او با چی میشه. به این خاطر خو رسول الله صلی الله علیه و سلم اخیرین توصیاتش هم که از دنیا رحلت میفرمود، الصلاة میفرمود، و ما ملکت ایمانکم استوصوا بالنساء خیرا. چند توصیات که در اخیر داشت، از او جمله یک نماز بود.
پس ترجمه کنین سبحانه، اشاره کنین ربی العظیم، بزرگ. و دی بزرگی ما به شما گفتیم که هم قدرت، توانایی و هم بزرگی. بعد از رکوع صحیح بعد بلند شویم. فهمیده؟ ما او روزم به شما گفتیم که این رکوع و از اینجا رفتن صحیح نیست، پس مستقیم باید مسلمان استاد شوه. اینجا ما حیران هستیم که سمع الله لمن حمده را عجیب چی وقت خواند و باز ربنا لك الحمد را چی وقت خواند. خو امید رکوع سمینجا رفت، اتومات تمونجا رفت، شارتکت. ای چی وقت دی را خواند؟ خو نمی خواند. و ای را خود چی میکنه که ما خود در بسیاری جای دیدیم که امام که در نمازهای مثلا شام خفتن الله اکبر الحمدلله رب، ای سبحانك اللهم را امام سب چی وقت خواندی تو؟ ای را چی وقت خواندی؟ خو یک روز دو روز کل علی عادت سمی ای را نمی خوانی، از خدا نمی ترسی. یعنی این مشکل است، این مشکل است برادرای عزیز ما. اساسی ترین عبادات ما نواقص داره و متوجهم نیستیم. فهمیدین؟ با این خاطر حالت خراب است. از رکوع که بلند میشیم میگویم سمع الله لمن حمده. کوشش کنین که سمی الله نخوانین. بسیار مردم را ما میشنویم سمی الله میخوان، معنی غلط میشه. سمع الله، یک امام ما بود و سمی الله میگو. با او گفتیم کیو برای تو متوجه نیستی، از خردی یاد گرفتی، غلط یاد گرفتی. سمع الله لمن حمده. حمده میخوانین، خو حمده نمیخوانین که بعضی را میشنوی سمع الله لمن حمده. ای کجا تراز میکنی؟ حمده وقف که کردی خو حمده شد. حمده از کجا آمد؟ و باز بسیاری را میشنوی که الله اکبر. میشنوی نه نمیشنوی؟ این از کجا آمده الله اکبر؟ الله اکبر. فهمیدین نه؟ این اشتباهات اصلاح شوه باید. این خو ما گفتیم در خردی یاد گرفتیم، ما کلان شدیم و نماز امو مانده، نماز امو تر خود مانده. فهمیدین؟ سمع الله، سمع معنی شنید، الله الله رب العالمین. لی را ترجمه کنید، من را ما شما خوانده بود کسی. و ما چی معنی؟ چیزی. آفرین. برای کسی که حمده حمد بیان کرد، هو از او حمده هو شنید الله رب العالمین از آن کسی که حمد بیان کرد از او. حمده هو. اگری طور بکنیم، حمده حمد بیان کرد از کی؟ که چی معنی؟ دستو. و کم از شما. آفرین. این حالی که بخیر کویت رفتین عربی را میفهمید. ترجمه کنین سمع الله لمن حمده هو ازو، یعنی الله. عزیزان گرامی ببینین الله رب العالمین خو از همه میشنوه. اینجا چرا فرموده که کسی که حمد او را بیان کرد از او میشنوه؟ ای به ای خاطر عزیزان گرامی که بعد از او نمازگزار چی میگوید؟ ربنا ولک الحمد، یا لک الحمد در دو صحیح است. ای به ای معنی هست که مسلمانی که نمازگزاری که حمد را که علی بیان میکنه بسیار با مشوق و رغبت و حضور قلب و فهمیدن، زیرا که برش آل گفته که حمد او را کسی که حمد او را بیان میکنه از او چی میکنه؟ میشنوه. پس الله رب العالمین که از تو میشنوه به شکل باید بگویی که شایانی او باشه. فهمیدی؟ به بیرغبتی و به بیروخی و به عدم حضور قلب نباشه. ربنا
ولك الحمد. فهمیدین؟ عزیزان گرامی، یک موضوع دوم ای است که باید داشته باشیم که این تسبیح و تحمید و در اینجا که حمد آمده ربنا ولک الحمد که آمده سبحانك اللهم و بحمد، الله رب العالمین به حمد و ستایش ما و شما نیاز نداره، نیاز ما و شما داریم. به هر اندازه که حمد و ثنای او را میگویم فایده به کی هست؟ برای خود ما هست. فهمیدین؟ وی از رحمت و مهربانی و فضل الله رب العالمین است که زمینه ها را به ما و شما مساعد ساخته. سمع الله لمن حمده. بعد از او اگر تنها گزار هست اردو را میگوید سمع الله لمن حمده ربنا، و اگر پشت امام هست امام سمع الله لمن حمده میگوید و مقتدی ربنا ولک الحمد بخوانین. ربنا ولك الحمد. ربنا را ترجمه کنین. رب اونجا گفتیم ربی و اینجا و گری طور بکنیم ربهم. ربنا و امو معنای رب در ذهن ما و شما باشه، در این دعا هم آمده و اینجا رب آمده. فهمیدین؟ زیرا که رب یک مصطلح قرآنی هست با امو معنی و مفهوم که ما و شما او را خواندیم. ولک و را ترجمه کنین. لا را ترجمه کنین. که ولک اگر اینطور بکنیم ولکم، اگر اینطور بکنیم ولهم، ای ولک هست. الحمد و تمام انواع شکر. ربنا ولك الحمد. عزیزان گرامی، ربنا پروردگار ما، ولک برای تو الحمد ثنا و ستایش و شکر است. عزیزان گرامی، ای ربنا ای تعبیر که هست خامخا در ذهن ما و شما باشه که ما و شما تنها نیستیم، یک امت عظیم هستیم. هر کس که لا اله الا الله محمد رسول الله خوانده و فردی خانواده شده. فهمیدین؟ این بسیار خانواده مبارک و بزرگ است، 2 میلیارد نفر است. ربنا یک مفهوم دیگه ای است عزیزان گرامی که مستحضر باشه و ای است که بعض ما نسبت خود را و اضافت خود را به پروردگار خود میکنیم یا نسبت رب را به خود میکنیم، امو قرب و امو معیت او را باید احساس کنیم. ربنا ولك الحمد. بعد از عزیزان گرامی طبیعت سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ای در حالت قومه ایرا چی میگویا؟ انسان یعنی از رکوع استاد میشه. فلهذا ای صحیح نیست که مستقیما از رکوع انسان به سجده بره، زیرا که دو ذکر چی میشه؟ این میمانه فوت میشه. و سجده خو از خود ذکر داره که ای ذکر هست، ای تسبیح هست. سبحان ربی الاعلا. ربی النخوانه ربی الاعلا. شما بخوانید سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي العالى. عالنا الأعلى. أعلى کمی فشار بیارین خارج بگیرین، این خراب نمیشه، جور میشه. سبحان ربی الاعلى. خو سبحان ترجمه کنین پیش خواندیم. ربی الاعلى. الاعلى از همه برتر و بالا. ما شما یک کبیر داریم، یک اکبر، صغیر، علی،
اعلى اعلى الاعلى، ای تفضیل است از همه بالا. علو علو صفت الله رب العالمین است. و هو العلی العظیم. و اینجا میگوییم که سبحان ربی الاعلی. عزیزان گرامی، اینجا در حالت سجده که در سجده هستیم، این واقع ترین حالت یک بنده هست. بنده امی قسم با آقا و مالک خود چی باشه؟ مکمل تسلیم باشه. حالت مکمل سپردگی و تسلیم هست. یعنی ازی حالت شاید حالت دیگری را انسان نتوانه جور کنه که مهمترین اعضاء و اعزترین اعضای بدن او به کجا نهاده؟ به زمین، به خاک، دست و پای. و در این حالت چی میکنه؟ اقرار و اعتراف میکنه به تسبیح الله رب العالمین، به علو الله رب العالمین، و میگوید که یا الله ما خو اینجا سر خود و پیشانی خود را به زمین ماندیم و تو به عرش عظیم هستی. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایا اقرب ما یکون العبد لله و هو ساجد. قریب ترین حالتی که بنده به پروردگار خود داره حالت سجده هست. حالت سجده هست. فهمیدین؟ دی هم این 4 نقطه باید مستحضر کرده شوه. اول ای است که اعتراف به پاکی الله رب سبحانه، امو مفهوم. دوم اعتراف به ربوبیت الله رب العالمین، سبحان ربی. و همچنان عزیزان گرامی احساس قرب به الله رب العالمین. ربی گفتنه ربی. و همچنان اقرار به بلندی و بالا بودن الله رب العالمین، ربی الاعلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده شما در حالت رکوع زیاد دعا بکنین، اکثروا من الدعاء. فهمیدین؟ و امی حالت را الله رب العالمین بسیار دوست داره. امی حالت که انسان مکمل در حالت سپردگی، در حالت تسلیم به پروردگار خود باشه. در دنیا اگر او آقا هست، اگر او پادشاه هست و شاهنشاه هست، لیکن آلی چی هست؟ اینجا بنده هست. اعتراف و اعلان بندگی را به شکل عملی میکنه که ازی حالت، ازی کیفیت شاید کدام کیفیت دیگر نباشه که او را تمثیل کرده و توانه. فهمیدین؟ سبحان ربی الاعلی. در باب قواعد عزیزان گرامی، حروف جر الى مع عند، اگرچه مع و عند را یعنی امی قسم استعمال میشه مانند حروف جر، با ای خاطر ای مع و عند را هم اینجا امرای حروف جر آوردیم. و این چون که کثیر الاستعمال است، همرای زمائر و همرای اسماء و هم با ای خاطر ایرا و شما امروز میخوانیم انشاءالله. لیکن پیش از این اسلوب تی پی آی را تکرار کنیم. همه با هم رو همه شما یاد گرفتین نه؟ ماشاءالله. خو نفس عمیق بگیرین. یک بار دیگه. اطباء میگوین که با بینی گرفته شو و با دهن چی شو. خو یک چند ثانیه قید شو. ای دوارم بخوانیم. الا چی معنی؟
إلى بسوي بطرفي بطرف. ومع چی معنی؟ همراه. وعند در نزد. فهمیدین؟ این سه حرف را ما و شما همی همراه ضمایر هفگانه اول تمرین میکنیم. الی، الیهم، الیک، الی، الی. آفرین. همراه معه، معه، یکم. این معیم سیست، معیم سیست. در قرآن کریم اردو آمده. کلا ان معی، معی اما و معی هم آمده. لن تخرجوا فقل لن تخرجوا، اونجا معی است. معی هم آمده. و معنا معها. عند عندي عندنا عندها. ما شاء الله. عزیزان گرامی، شما میبینید که ای الیه همراه ضمائر از 700 بار بیشتر آمده. من این آیات را خو همه ما و شما یاد داریم. انا لله. بعضی مردم میگوید قالوا انا. ای قالوا خود دیگرا گفته، شما بگوین انا لله. بسیار مردم قالوا انا لله و قالوا خونا گفتن. علی شما بگویم انا لله. بله ها، بسیار همینطور میشنوین نه. این مشهور غلط است. و مع هم در قرآن زیاد آمده. مثلا این آیت که زیاد شما نروه، ان الله. ترجمه مع چی شد؟ همراه. من مع العسر یسرا. و عندك هم زیاد آمده. تقریبا نزدیک به 200 بار آمده. کدام مثال گفته میتونین؟ عندك الكبر احدهما او كلاهما رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. عنده. ما شاء الله. وما أوتيتم متاع الدنيا وما عند الله خير وأبقى. عند الله وما عند الله خير وأبقى. يعني زياد أمدا. عند چی معنی شد؟ اگر ما بگویم عنده چی معنی؟ این سوال است، خود شما کلتان جواب بگوین. هل عنده قلم؟ اشاره کجاش؟ اشاره. هل عندهم قلم؟ آقا صاحب شما خوی طور میکنید یو طرف دست دراز. ای عندكم هستی. فهمیدین؟ هل عندك قلم؟ شما میطور کردی عندی طور بگو. این شما بگوی عندی. عندك چی معنی شد؟ ما گفتیم آیا پیش تو قلم است؟ شما میگه پیش تو نام پیش تو قلم است. خود جوابی میاد که نام عندي. هل عندكم قلم؟ عندنا قلم. ما شاء الله. عزیزان گرامی، ما روز خدمت شما عرض کرده بودیم که مشکل دی نیست که ذهن ما کار نمیکنه. مشکل دی است که ما طریقه یاد گرفتن را او به ذهن ما نیست. بسیار مردم چیزی که یادش نمیمانه این است. قاعده را که علما ذکر کرده که به چی اندازه معلومات در ذهن شما میمانه. گفتن یعنی ریسرچ بیس، به اساس تحقیق گفته که هر آن چیزی که ما شما میخوانیم بعد از خواندن 25% او میمانه در ذهن. کتاب که شما بخوانین نه بعد او چی کنین 25% معلومات در ذهن شما میمانه. چیزی که ما شما میشنویم 35% میمانه. فهمیدین؟
و هر چیزی که ما میبینیم عملا این 50% میمانه و آن چیزی که ما میگوییم چون که فهمیدیم مال میگوییم این 60% میمانه و آن چیزی که ما عملا انجام میدیم یک چیزی را یاد گرفتن و انجام میدیم پرکتیکل این 75% و آن چیزی که در آن چیزی که همه کارایی را اجرا بکنیم که هم بخوانیم هم بشنویم هم ببینیم و هم اجرا کنیم عملا باز 95% تا 100% به یاد ما میمانه. از یاد ما چرا میره که بعض اوقات فقط ما میخوانیم دیگه هیچ ضرورتی را احساس نمیکنیم که او را ببینیم هم او را عملیم بکنیم او را تطبیقم بکنیم. فهمیدین این موضوع هست و وازی که این چقدر چند روز به یاد میمانه این یک قاعده یاد گرفتن است. انشالله او را ما خدمت شما در یک درس دیگه تقدیم میکنیم. فلهذا ما و شما اگر خواسته باشیم که یک چیز به یاد ما بمانه مثلا قرآن کریم هم باید او را بخوانیم هم بشنویم درسا را بشنویم و هم چیزایی که عملیه تعلیمی که تفاعل هست پرکتیکل هست او را امی قسم باید ما و شما ببینیم که کسی انجام بده و ما ببینیم و همچنان بعد از او را بگویم چیزی را که یاد گرفتیم او را بگویم. اگر هیچ کس پیدا نکردیم یک عالم بود و را امام اخفش میگوید در نحو یک عالم است بالکل صاحب یک مدرسه هست او میگوید که در پیرانه سالی سبقه را شروع کرده بود و به یادش چیزی نمیماند و قصه مشهوری او است به نام بز اخفش. او یک بز کوهی را گرفته بود سبق را که از استاد میخواند باز به او بز او را تکرار میکرد. این بزای کوهی یک عادت داره اینطور میکنه سره میگه بز گفته که یاد نگرفتی او را باز تکرار میکرد. بز اخفش مشهور است و از او یک امام جور شده. یعنی فهمیدین خامخا مردم پیدا میشه و به قرآن کریم خو شاگرده بسیار زیاد است. فهمیدین در خانه خود ما و شما ضرورت است که ایرا اجرا کنیم و انشالله بعضی معلومات میمانه. پیش که جناب استاد عطایی سے گفتن که او با همی خاطر هست که کار قرآن کریم و رساندن پیام قرآن کریم این بسیار افراد کار به ضرورت است بسیار زیاد. یک نفر نه ده نفر نه هزار نه یعنی ضرورت هست به خاطر که ما فوق العاده امراض داریم و علاج موجود است بس مردم را به وصل کنیم خود به وصل شویم که امراض با معالجه شود. و جزاکم الله خیرا.